برفباری‌های اخیر در کشور 29 هلاک و 25 مجروح بر جا گذاشته است. ویس احمد برمک وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث به رادیو آزادی گفت که بیشترین تلفات در 11 ولایت از جمله غور، بدخشان، کنر، نورستان، پروان و ننگرهار بوده است. هرچند آقای برمک این آمار را از 11 ولایت بیان می کند، اما هفته پیش ولسوال درزاب جوزجان گفته بود که تنها در این ولسوالی 27 تن از اثر ریزش برف و سردی هوا جان باخته است. سال گذشته نیز از اثر برفباری در چندین ولایت کشور بیش از 220 تن جان باختند. دکتر عبدالله رئیس اجرایی در آغاز نشست شورای وزیران گفت که ریزش برف بیشتر از پیش بینی ها بوده است. به گفته وی برفباری‌های اخیر علاوه بر ایجاد بندشرا در رساندن مواد اولیه نیز مشکلاتی را ایجاد کرده است. همکاری تمام نهادهای سکتوری را که کمک کرده میتونند در هماهنگی با اینا در این زمینه خواستار هستیم. در ولایات مختلف افغانستان برفباری مشکلات ایجاد کرده، بندشراها یکیست، اما در این حال در اثر مسدود شدن راه نه تنها رفت آمد مردم بلکه مواد غذایی و همه متاثر شده. وی از وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث و دیگر نهادهای سکتوری خواست تا روی آمادگی های بعدیشان کار کنند.